خیلی نمونده داریم شما پدانال تو دل نگه مگر نمیشه یکی بو نظریم هم قبور بود داشتیم که بایم سکرت بید سکرتی پنجی دیونا از بس که استاد جینای قدرش بس بود او خیلی چست و چالاک بود او با قدی یواجواش نگاه نکرده در مکتبی 93 با کچتا شغل میکرد وای خیلی زور بود قپ صغیره یا وای زوری مکتبی 93 بود لیکن وای یکم دی خورده داشت آفیتسا ما گوش نموندم وای خیلی بی‌طاقت بود این خوب کجا شد؟ در نظر او وقت خیلی اوسته میگذاشت از بس که او خیلی تیز بود ایس مراش یک روز او به ناآمدی دوچار شد ایس بچگی همه چیزای ما را دزدیدن لطانا نه پشمامو نه اگر پشمامو نباشه دیزه میشه نه خنک میخوریم ما هم فکر کردیم وایو به طرف کجا گریختن با قزاقون نه ایس بچه ام چند با ام 24 نه ام 25 کجای ام 25 با دامی با دومی پنج آه ها فهمو با اسپیچاک 2 ام 25 دوم 5 قایق دار کرن برای اینجا رفتن تو باید تیز باشو نه هشار ما بگیر او قطع نه خریطه داف کشا چی نه تو باید احتیاط باشی و ام 25 یا گیزلم با نزنن کشن تا لاوشکا برای چوب بزی پدانالات مرا نگفتم استاد جینای کم قطعز بید که لاوشکای ایخوتیرت بار آوردی مرا سرتیم دشمو نشون میتیم تیزی چخی میشوم خفه نشو و موتر روزی ایدی قربانی میکنه چند قیقی کنگ نزنه بر اومدن نمیتونیست چند قیقی ما کنگ نزنه بر اومدن نمیتونم او خودش رو در زمین تکه کرده روزی عید قربان رو انتظار بود جینایت خیر رفته وقت عقد خری شد بچه ها ایجا بیایی بوی هفت خرمنه پدناله جون رو رای اگم چی کچه جمعو نکو شو جینای بالای جینایت همه قوای خودش رو جمع کرده توقت کرد امز پنجگاه فکر کردن که او پدناله جان داده بعد یه منوت باید در روحی کردن اکنون تیزی بینه در همین وقت استاد جینا یکی از پیریامای کنفو را یاد گرفت و او فهمید که او ناطاقت بوده است بس غیروش مومن نفهمیده ایجا بیا چی؟ اگر انگی استاد جینای طاقت که اس غیرو بست ما با دیگه معنی گفتم